سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره بریم سراغ چه کاری؟ امروز قراره بریم سراغ پیشبینی من از یورو 2024. بله، پیشبینی من از یورو 2024 در هفته سوم. و بگم براتون که این ویدیو رو که دارم میگیرم تمامی مسابقات، یعنی تمامی که نه، گروه A یعنی هفته اول مسابقه سوئیس و آلمان و اسکاتلند و مجارستان انجام شده که من اونا رو دیگه پیش بینی نمی کنم براتون. و خب اگه چیزی ندارید بریم برای اولین بار یه ورودیه ببینیم با عکس چند تا بازیکن و تهش هم فوتبال اسپورت. امیدوارم حال کنید با اون. تا الان مثلا پروموی ویدیومون، مثلا وقتی میام سلام میکنم میگم برو بریم سراغ ویدیو، یه پرومو براتون میاد، یه ویدیوی 5 ثانیه‌ای براتون میاد، بعد میریم سراغ ویدیو. پس عجله نکنید، برو بریم. خیلی خوب بچه ها، قراره از 4 تیر دوشنبه بازی های گروه بی شروع کنیم. اولین بازی کرواسی و ایتالیا است. کرواسی ایتالیا، به نظر من کرواسی تونسته خیلی از تیما رو اذیت کنه و کرواسی لوکا مودریچ که گفتم و دیگه باید بهتون بگم ایوان پریشیچ میتونن داخل این بازی کار در بیارن. کرواسی خیلی اذیت میکنه، مخصوصا ایتالیا رو. آخه ایتالیا اگه بخوایم مقابل هم قرارشون بدیم، این چند سال اخیر ایتالیا هم بعد از قهرمانیشون در یورو خیلی نتونستن افتخار خاصی رو بگیرن یا اصلا کاری نتونستن بکنن بگیم و فقط تونستن برد بیارن که اونم جلوی تیمای خفن نبود. به نظر من پیش بینی من از این مسابقه 2-2. بله 2-2. بازی بعدی آلبانی اسپانیا، اینو بدون هیچ حرفی میگم 3-0 اسپانیا میزنه. تمام 3-0. خب بریم 5 تیر سه‌شنبه، 5 تیر گروه دی و سی، هلند و اتریش. به نظر من رقابت هلند و اتریش یه کوچولو برابره و به نظر من 1-1 مساوی. دوباره از همون گروه فرانسه و لهستان. میدونید که لهستان چه ببره چه ببازه چه مساوی کنه کاملا حذف شده و به نظر منم این مسابقه حتی فرانسه میتونه با ترکیب سومش هم حتی میتونه بره، ولی مطمئنا نمیره و به نظر من با ترکیب دومش میره و به نظر من این بازی رو 2-0 فرانسه میبره. انگلیس و اسلوونی، بازی بعدی، این دفعه از گروه سی. بچه ها نمیدونم میدونید یا نه، ولی انگلستان خیلی تیم ملی خوبی رو از یورو شروع نکرد. آخه 1-0 بیای سربستانی رو ببری که پر از ستاره ولی هیچ کاری نمیتونه کنه، یعنی انگاری هر بازیکن داره فردی برای خودش بازی میکنه. بیای در مقابل سربستان، اونم تو انگلیسی، با این همه ستاره که عکس یکیشون رو تصویر میاد که اونم فقط یکیشون رو میگم، اونم بلینگام، بیای 1-0 یه تیم اینجوری رو ببری خیلی بده. اونم تازه بیای در مقابل دانمارک دوباره بخوای مساوی کنی، چنگی به دل نمیزنه و به نظر من این مسابقه رو 2-0 انگلیس میبره. 2-0 از روی کارهایی که اسلوونی کرد تونست 2 تا مساوی بگیره و 2 امتیاز سوم جدوله و انگلستان هم حالا شاید بتونه یه کارهای خاصی بکنه و به نظر من اینه که گفتم. حالا بازی دانمارک و سربستان، رقابتی اصلا سخت نیست. البته برای من شاید خیلی نظر بدن بگن که 100% قرار سربستان یه چی تو چنته داره رو اینجا ثابت کنه، ولی به نظر من سربستان هیچ چی تو چنتاش نداره و دانمارک این مسابقه رو 2-0 میبره. چرا؟ چون که خیلی تیم همدل و پر اتحادی هن. اگه دقت کنید با اریکسن، هویلند یا در خط دفاعیشون بخوایم بگیم کریستنسن که خیلی واقعا نمیدونم چرا دفاع
کیایر رو دارن و این بازیکن‌ها رو داره تیم ملی دانمارک و به نظر من کار سختی هم نداره دانمارک مقابل صربستانی که میتروویچ رو داره و ولاهویچ رو داره و میلنکوویچ ساویچ رو داره و لیواکوویچ خواستم بگم که اون کرواسیه و اینا رو داره واقعا. خب اینا هم نتایج پیشبینی من بود از گروه C. حالا میریم سراغ گروه E. دو بازی جذاب از گروه E. مسابقه اول اسلوواکی و رومانی از اون نتیجه حیرت آوری که مقابل اوکراین گرفت در مسابقه اولش واقعا و لونین هم در مسابقه مقابل اسلوواکی نیمکت نشین شد. اون افتضاح به بار آورد. نمیدونم چجوری داخل رئال مادرید انقدر خوب بود آقای لونینی که اینجا میبینید در باشگاه رئال انقدر خوب بود و حالا در تیم ملی اوکراین اینقدر افتضاح. و آقای ادیتوری گوه بیار رو تصویر معذرت میخوام، واقعا نه گوه نه، کپی رایت میخوریم، بدبخت میشیم، ولش کن، یوتیوب گیرای خودشو داره، ولش کن. خیلی خوب، مسابقه اسلوواکی و رومانی. از نظر من جناب تیم ملی رومانی بازی رو 3-1 از اسلوواکی میبره و نمیدونم، این پیشبینی منه. اوکراین و بلژیک، رقابت دو تا تیم‌های قدرتمند که ریدن و گو میخورن جفتشون خیلی انن. خب اوکراین و بلژیک. اوکراین بنده خدا جنگ زده، حالا اشکال نداره. بلژیک اونم ستاره‌ای که داره، ولی به نظر من باز هم میتونه یا نمیتونه، نمیدونم چی بگم. اوکراین و بلژیک، من میگم بلژیک 2-0 اوکراین رو میبره و همینو. و دلیل اینکه گفتم بلژیک، اولش خودم قبل از اینکه ویدیو رو بگیرم میگفتم اوکراین میبره. چرا گفتم الان بلژیک و نظرم رو عوض کردم؟ چون که من میدونم قرار نیست که زیاد چیز خاصی رو ببینیم از تیم اوکراین، مخصوصا از اون بازی اول که حداقل اگه یه گل میزدن من الان میگفتم اینجا اوکراین بلژیک رو میبره. ولی با این گوهی که بالا آوردن من میگم بلژیک اوکراین جنگ زده رو 2-0 این اوکراین رو میبره. حالا ببینید کی گفتم. و یه چیز خاصی هم که هست، نمیدونم چرا روملو لوکاکو رو بازی نمیده مربی بلژیک، نمیدونم چرا، ولی خب دیگه باید برین از خودش بکنه. مسابقه بعدی، مسابقه جمهوری چک در مقابل ترکیه کبیر. جمهوری چک و ترکیه، به نظر من جمهوری چک خیلی قراره امیدوارانه بیاد این بازی رو انجام بده و ترکیه هم قراره این بازی رو بیاد واسه نبرد دوم شدن این بازی رو ببره. ولی به نظر من هر دو تیم قراره کلی حمله کنن با مهره‌هایی به نام آردا گولر که دارن، پاتریک شیک که دارن، قراره در حمله کلی ضد حمله بزنن و در آخر به نظر من برنده این مسابقه تیم ملی نیست جز ترکیه. بله، ترکیه کبیر یهو میشه مبیر و ترکیه برنده این مسابقه است با نتیجه 2-1. قراره خیلی بازی نزدیکی رو ببینیم. خودتون میدونید جمهوری چک دست کمی نداره از ترکیه و پرتغال و گرجستان، ولی رید در مقابل. حالا بلش کن. حالا مسابقه آخر از یورو 2024 یعنی گرجستان و پرتغال. به نظر من قرار روبرتو مارتینز با ترکیب دومش بیاد. گرجستانی‌ها خیلی روحیه دارن. ارتش گبلسیانی هم قرار مقابل پرتغالیا یه تلاش ریزی رو بزنه، ولی به نظر من گبلسیانی نمیتونه کاری کنه، یعنی تیمش نمیتونن کاری کنن گرجستان در مقابل پرتغال. و در نهایت
3-1 این بازی رو پرتغال میبره. چرا 3-1؟ اون یه گل از کجا در آوردن؟ چون که قرار از ترکیب دومش روبرتو مارتینز استفاده کنه. قرار نیست آنچنان قدرتی رو ما ببینیم در تیم ملی پرتغال، همون قدرتی که ترکیه رو برد رو قرار نیست ببینیم. خب بچه ها، این بود از این ویدیوی جذاب از پیشبینی من از یورو 2024 که 2 بازی رو نتونستم بگم که بازی سوئیس آلمان و اسکاتلند مجارستان بود که تایم ویدیوها به هم نمیخورد، چون ویدیوی قبل رو داخل اون تایم آماده کردم براتون. این ویدیو رو حالا بعد از اون تایم دارم براتون رکورد میکنم. و بله بچه، اینا بودن از پیشبینی من. شما هم کل پیشبینیاتون رو در کامنت ها بنویسید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.